خب جناب داماد آقا شهرامه طلاق گرفتین شو طلاق دادین؟ بله. خب البته در ازدواج موقت لازم هم نیست که زن مرد طلاق داده باشه. یعنی اگه شما همسرم داشتین مشکلی نداشت خدمت نمیخواست. بله. چون قبلا من با این خانم صیغه کرده بودم بعد تا متوجه شد من طلاق بدم رفتم برای کارش طلاق گرفتم. نه اشتباه کرده. ببینین قانون میگه اصلا آیه قرآن میگه که آقا مرد تا 4 تا زن میتونه دائم بره اختیار کنه، هیچ تخلفی هم نیست. صحیح. ولی عقد موقت شما 1 10 تا 20 تا 100 تا هر چقدر توان مالی داشته باشین بتونین اداره کنین، میتونه هماهنگ کنین بیاد اینجا براتون بنویسیم و هیچ مشکل قانونی هم نخواهد نداره. فرمودید که مدت به مدت 1 سال. یعنی خانم رو عقد موقت بکنید 1 سال با 5 عدد سکه بهار آزادی. خب شما قبول کردید مهریه که شما مشخص کردن براتون 5 عدد سکه بهار آزادی. خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موکله من نسرین خانم به مدت 1 سال با مهریه 5 سکه بهار آزادی به عقد متعه به موقت موکل من جناب آقا شهرام فرزند بهرام در آمد. مبارک است انشاءالله. مرسی. متشکرم. مبارک باشه. به. آقا شیرینی بخورین که صداتون داره.